به نام خدا. سلام، روزتون بخیر. امروز میخوام نکات مهمی رو در مورد مالیات بر درآمد املاک مسکونی اجاری خدمت شما عرض بکنم. دوستان نگاه بکنید، اگر شما ملکی داشته باشید در تهران و بخواید اون رو به اجاره بذارین، تا 150 متر مربع ملک شما باشه، از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف هستش و مازاد بر اون مشمول مالیات میشه. در شهرستان ها اگر ملک شما در سایر شهرستان ها اگر ملک شما تا 200 متر مربع باشد، از مالیات بر درآمد اجاره معافه و در صورتی که بالاتر از 200 متر مربع باشد مشمول مالیات بر درآمد اجاره خواهد شد. دومی که مالکان مجتمع‌های مسکونی داره بیش از 3 واحد استاجاری که با رعایت الگوی مصرف، در واقع مصرفی که مسکن و رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه شهرسازی ساخته میشه، اینا هم در طول مدت اجاره از 100% مالیات و درآمد اجاره معاف هستن. اما نکته مهم اینجاست که اگر شما ملک مسکونی داشته باشید و در شهرهای بالای 100,000 نفر جمعیت باشید و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مجموع در طی یک سال مالیاتی بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشید، اون وقت مشمول مالیاتی خواهد شد که در سال اولی که اون رو در واقع این شرایط به وجود اومده معادل 6 برابر مالیات متعلقه و در سال دوم ما که در واقع اون ملک خالی بوده معادل 12 برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. و نکته مهمتر این که اگر شما بخواید بیش از 5 واحد مسکونی داشته باشید که بخواید حتی مشمولین ماده 29 قانون برنامه ششم هم باشند، یعنی جنبه دولتی هم داشته باشند و بخوان 5 واحد بیشتر ملک رو خالی بذارن در طی یک سال مالی، مالیات متعلقه اون معادل 2 برابر این مالیات هایی بوده که من الان خدمت شما گفتم. یعنی در سال اول به جای 6 برابر مالیات متعلقه 12 برابر و الی آخر. دوستانی که علاقمند هستن اطلاعات کاربردی در خصوص قانون مالیات مستقیم و بخشنامه ها و آیین‌نامه های صادرش داشته باشن، لطفاً این ویدیو را لایک کرده و برای دوستان خودشون به اشتراک بذارن.